Номер چی؟ جای یکم گرفتی؟ من خواننده سیفچوری میگه در مدرسه تحصیل بینایی رقم شرط کنم از روی ادبیاتی سیون اشتراک کردم و روی سیون رو خیلی من میدارم ناس من شما رو گوش کردم برای من خانه باز هر سال بگذارد هر سال خب اشتراک کنید گپ درباره مبلغش نمیره شما بینید من شناختم چند سال هستی؟ 10 ساله با این 10 ساله حاضر پدر مادر چیکار میکنن؟ مادرم خونشی است پدرم سرحدی پدر چی؟ سرحدی سرحدون؟ اوه نظامی بله آینده شما چی میشه؟ دکتر؟ برای چی؟ برای کریه نکن گاز نام برای چی؟ ها؟ چی؟ بیشتری مموری تو رو میگم بیشتری مموری دارم تبابت چی پرسیمه هست اویلا تو دا کی بیمار است؟ کدوم چی کس هست؟ بیماری که بودتا دکترها چی رفتی دکترها؟ بودن؟ چی گفتن؟ چی گفتن دکترها؟ من بودتایم در خروجی کابانی بود گریه نکن خواهان کنی؟ ولی من خواهان میکنم شما رو تشخیص میکنم نمیده خواهان میکنی گریه نکن نباشه نباشه بسرم نباشه انا میدونی از چی شدی؟ خروب میکنی سریا؟ نه میخوای خروب چی میکنی سریا؟ سریع دارم که هر پریز مدرم خودش میکنه خودش میکنه؟ پریزی ها؟ مروی؟ نام نصر باشه نوشته میگیری کدوم مرکز رو تحصیل میکنه وزیر اقدام میذاری مریضی میده ابای بروده باید اومد میبرم تشخیص میکنم تبابت بکنم مدرس نمیباشه تبابتی بپول باریزی آزمونه گروه سوپی دانایی است حرکت میگه طبیع میشم برای چی؟ باید سر میشم خوبه سر میشه ناز میشه وقتی که سهر رو وای کردی تا هم خوندی کوشش کن که بعضی چیزهای پریزی استعمال کن تیز کم تیز من از دکتر رو میبرم و تشخیص میکنم و نصیحت میکنم پدر مادر خدمت که چور کنند بریانه سلام تماشابینان شبکه یک تک تیجی با شما من یوسف عزیزوف. امروز من میخوام درباره یک چند نویگری هایی که در کشور رخ دادن به شما مختصرا معلومات دهم و ممکن است بسیار شمایان در شبکه‌های اینترنتی کشاده شوی این مؤسسه تعلیمی رقم 65 در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را تماشا کرده باشید. چون که کشاده شوی این مؤسسه تعلیمی روز 15 ینور رخ داد که در مراسم افتتاحی آن سرور دولت امام علی رحمان اشتراک داشتند و با پسرک 10 ساله خواننده این مکتب صحبت کردند که در یک فرصت این صحبت در بسیاری شبکه‌های اینترنتی نشان داده شد و سر و صداهای زیاد به بار آورد و مرا نیز سخنرانی و آداب و گفتار این پسرک بسیار معقول شد و خواستم که ما نیز یک جای این نوار را تماشا کنیم. اگر شما تا حال به کانال یک را تختیجی آبونه نشده باشید آبونه شوی و لایک موندن را فراموش نکنید با ما باشید. امام علی رحمان با بنیامین هم صحبت شد. بنیامین به پرزیدنت گفت که در آینده دکتر شدن میخواهد. وقتی که پرزیدنت پرسید که چرا دکتر شدن میخواهد بنیامین اینیان گیره را سر داد و گفت بیماری روده دارد و طبیبان گفتند که او را فقط در خارجه میتوانند طبابت کنند ولی پدرش که یک سرحدبان است امکان طبابتی او را در خارج ندارد. امام علی رحمان از نقل کودک به رقت آمد و امر داد
تا طبابت او را در شرایط بهترین و به‌پول تشکیل و تامین کنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در سامانه رسمیش خبر داد که روز 16 ینور جهت اجرای سفارش پرزیدنت امام علی رحمان در مورد تامین طبابت بنیامین الهام با سفارش به واسطه وزیر تندرستی نسیم عالمزاده تحت رهبری معاون یکم وزیر تندرستی سعیده عمرزاده در مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال مشورت طبیبان کنسیلیوم دایر گردید که در آن اکادمیک سرمتخصص صحاوی وزارت میراجوف، سردار رئیس تشکیل خدمترسانی طبی و مادر و کودکان وزارت تندرستی ظاهر نبیف، دیرکتوری مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال پروفسور عبدالله‌زاده، سرمتخصص بیماری‌های جراحی کودکانه وزارت تندرستی پروفسور عبادوف و یک قطار متخصصان ورزیده ساحه تندرستی اشتراک کردند. این زمان معالجه بنیامین الهام تحت نظارت به واسطه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نسیم عالمزاده قرار دارد. چون که در بالا گفتیم 15 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی در ناحیه شاه منصور پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 را رسما افتتاح نمودند. بنای نو در کوچه دهلوی ناحیه شاه منصور در جای بنای کهنه و فرسوده و یک آشیانه مؤسسه مذکور که سالهای 50 قرن گذشته ساخته شده است قامت افراخته است. انشاءات چهار آشیانه نوبنیاد را ساختمانچیان زمانوی با استفاده از مصالح بلند صفتی ساختمانی و با صنعت بلند معماری و ملی بنیاد نمودند. کارهای ساختمانی را جمعیتی دارای مسئولیتش محدود یا قد 2000 در مدت یک سال و با جلب بیش از 100 نفر کارگران محلی انجام داده است. بنای تعلیمی در مساحت 1820 متر مربع بنیاد شده و آن برای 2000 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. مساحت عمومی انشاءات با فراگیری قطعه‌های سبزی کاری شده باشد 5500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنا از 38 صنفخانه، 10 حجره کاری برای آموزگاران، کتابخانه، مجلسگاه با 344 جای نشست، آشخانه، تالار ورزش و دیگر انشاءات‌های یاری رسان عبارت میباشد. کتابخانه مؤسسه دارای 3600 نسخه کتاب درسی، 1400 نسخه کتاب بدیعی، 1000 نسخه کتاب بچگانه و 450 نسخه دستورهای تعلیمی است. قرائتخانه کتابخانه با 40 جای نشست و 7 کامپیوتر فراگیری مقدار زیادی کتاب‌های گوناگون الکترونی میباشد. در مؤسسه مذکور صنفخانه‌های فنی آن از جمله صنفخانه‌های لینگوفونی، شیمی، فیزیک و بیولوژی پورا با تجهیزات معاصر تعلیمی مجهز شده است. در صنفخانه تکنولوژی اطلاعاتی 30 کامپیوتر وصل نصب گردیده است که هر کدام آن به شبکه اینترنت پیوسته است. آشخانه مؤسسه که در آشیانه یکم بنا جایگیر است دارای 160 جای نشست می باشد و در آن با استفاده از تجهیزات معاصر به خوانندگان و آموزگاران خدمت رسانیده می شود. در آشیانه دوم بنا برای بلند برداشتن قابلیت ذهنی خوانندگان گوشه شахمات بازی و در آشیانه سوم جهت ترغیب فرهنگ ملی گوشه هنرهای مردمی تشکیل کرده شده است. در تهخانه صنف‌های کسب و هنرآموزی برای پسران و دختران، صنفخانه آمادگی ابتدایی حربی و انبار و بوخانه جایگیر می‌باشد. نظام گرمیدهی مؤسسه به شبکه متمرکز گرمیدهی شهر پیوسته است. جریان تعلیم و تربیت در مؤسسه مذکور با 32 عدد کامراهای مشاهده‌ای که در یک وقت امکان ثبت هم نوار و هم صدا را با صفت بلند دارند نظارت کرده می‌شود. بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 جوابگوی استاندارد بین المللی می باشد. خبر دیگر 15 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت با مرحله دوم ایستگاه آبپالایی و آب تامین کنی خودجاری کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی دوشنبه آغاز رسمی بخشیدند. تدبیر مذکور در چارچوبه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عملی گردیده جهت تامین ساکنان شهر دوشنبه با آب تازه نوشاکی عملی گردیده است. کارهای ساختمانی در مرحله دوم ایستگاه آب تازه کنی 28 نوامبر سال 2017 آغاز گردیده با صفت بلند و جوابگو با استانداردهای زمان معاصر انجام یافت. اثنای شناسایی به سرور دولت اطلاع دادند که اقتدار استحصالی مرحله اول انشاءات 150,000 متر مکعب آب در یک شبانه روز بوده احتیاج بیش از 300,000 نفر را قانع می‌کرد. اکنون با افتتاح مرحله دوم انشاءات اقتدار استحصال آب تازه در یک شبانه روز زیاد و ساکنان شهر دوشنبه با آب تازه نوشاکی پورا تامین گردیدند.
мавриди зикр аст ки ополакҳо бо истифода аз навтарин технологияи соха сохта шуданд ва ин аввалин таҷриба дар қаламрои кишварҳои осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. иншооти мазкур аз 3 ошёна ва 10 ҳавзи обполоӣ иборат мебошад. инфрасохтори истгоҳи обполоӣ бо бартариҳои зиёд аз дигар лоиҳаҳо тафовут дорад. он дар масоҳати ками замин ҷойгир шуда оби нӯшокиро бо сифати баланд коркард менамояд ки ин бартарии асосии лоиҳаи мазкур мебошад. лоиҳакаш ва паймонкори истгоҳи обполоӣ дар корхонаи воҳиди давлатии обу корезии душанбе ширкати муштараки олмонию итолиявӣ Людвиг Файвер Эмит буда корҳои сохтмонӣ ва васфу насби таҷҳизот аз ҷониби мутахассисони ҳамин ширкатҳо дар якҷоягӣ бо мутахассисони маҳаллӣ бо сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонида шудааст. он аз 3 ҳавзи ҷудогонаи обтақшинкунӣ бо ғунҷоиши аз 330 то 380 ҳазор метри мукааб об иборат мебошад. дар коркарди безараргардонии оби нӯшокӣ барои муштариён интиқолшаванда коргоҳи истеҳсоли гипохлориди натрий ҳам нақши асосӣ дорад. дар ин коргоҳ ки бо технологияи муосири олмонӣ ва чинӣ муҷаҳҳаз шудааст, миқдори лозимаи гипохлориди натрий маҳлул барои безараргардонии оби нӯшокӣ истеҳсол карда мешавад. дар коргоҳ 3 хати истеҳсолӣ васл насб гардидааст ва маводи зарурӣ дар марҳилаҳои ҷудогона аз ҷумла омода кардани намакоб ва тоза кардани он аз дигар пайвастагиҳои кимиявӣ тайёр мешавад. аз рӯи ҳисоби мутахассисон баҳри иқтидори солонаи иншоот ва коркарди пурраи оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳри душанбе аз 550 то 600 тонна намак истифода мегардад. дар охир ба канали Агротех TG обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. با ما باشید.